ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. داد که برای ادای نماز جمعه و خطبه جمعه در اینجا جمع بشیم و از الله استدعا داریم که طاعات و عبادات ما را مورد قبولش قرار بده و اینا را با وجودی که نواقص داره باز هم به وسیله اینها ما شما را از عذاب ابدی جهنم نجات بده. موضوعی را که امروز انشاءالله در موردش صحبت میکنیم ادامه یک خطبه بود که قبلا در مورد از او ارائه کرده بودیم و او مفهوم استقامت در دین بود. مختصر عنوان گپی که در هفته های قبلی گفته بودیم این بود که معنای استقامت در دین اول داشتن ایمان صادقانه به الله متعال، دوم اتباع و پیروی کامل از رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوم انجام واجبات و مستحبات و ترک امور حرام و محرمات الهی و اضافه که انجام دادن اعمال نافله بیشتر و مداومت بر اعمال خیر و حفظ زبان و اعضا از ارتکاب محرمات و تلاش برای تزکیه نفس و تلاش به خاطر کسب رضایت الله متعال. مفهوم مختصری از استقامت در دین را گفته بودیم و دلایل دری با آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم خواندیم. امروز جوانب مختلفی از استقامت میگیم. یعنی ما وقتی میگیم مفهوم ایمان صادقانه به الله معنایش چیست؟ معنایش اولی که انسان مسلمان بر عقیده صحیح اسلامی باید استقامت داشته باشه. عقیده صحیح اسلامی که دور از افراط و دور از تفرید باشه، عقیده که دور از غلو و دور از تساهل بوده باشه و منهج سالم و منهج معتدل اهل سنت و الجماعت همیست که همیشه در همه موقفهای خود اعتدال رعایت میکنن و اعتدال از بارزترین نشانه های دین هست. الله متعال دینش را توصیف به عدل کرده و مفهوم عدل واقع بودن در میان افراط و تفرید هست و امت اسلامی را الله متعال توصیف به امت وسط کرده و مفهوم امت وسط دور بودن از افراط و دور بودن از تفرید هست. نکته دیگیش یکی از جوانب دیگه از جوانب استقامت اتباع سنت و ترک بدعت ها هست و زمانی این مسئله اهمیت بیشتر پیدا میکنه که انسان میبینه متاسفانه در جامعه ما مردم در شناخت بدعت ها و در شناخت سنت ها مشکل بسیار زیادی دارند. به خاطر دور بودن مردم از علم خیلی از سنت ها را مردم نمیشناسند و خیلی از بدعت ها را مردم سنت میدانند. پس یکی از ابعاد مهم استقامت در دین که قطعا قبل از هر چیز دیگه که در نیاز به علم داره و امیست که انسان مسلمان در اتباع سنت و در ترک بدعت باید استقامت داشته باشه. تفصیلی از این انشاءالله به صورت کامل گفته بودیم. و یک بعد دیگه از ابعاد استقامت در سلوک است. یعنی انسان مسلمان در رفتارهای خودش در مورد نفس خود و در مورد جامعه و خانواده دور از افراط و تفرید بوده باشه. مفهوم استقامت همیشه مثل که یک ایده از تصور دارن به معنای غلو نیست. استقامت در دین به معنای غلو و تشدد نیست، بلکه داشتن موقف معتدل استقامت است. و دلیل از این که شیطان همیشه تلاش میکنه اول انسان را در تفرید واقع بکنه، یعنی انسان کوتاهی بکنه در انجام دین. یک ایده از انسان ها به خاطر داشتن انگیزه های بلند شیطان نمیتونه اونها را وادار بکنه برای از اینکه قناعتشان بده که تفرید بکنن، بعد اونها را به طرف افراط میبرن. به همین خاطر معنای استقامت داشتن موقف معتدل در میان افراط و تفرید است در همه ابعاد زندگی انسان ها. اما موضوع دیگه ای که انسان چه اسباب و عوامل نیاز داره برای استقامت، از این موضوع محوری گپ مهمی بود که انشاءالله امروز به او اشاره میکنیم. یا انسان مسلمان چگونه باید بتونه اسباب استقامت در شناخت حق و در مداومت به او را باید داشته باشه. نکته اولش از وسایلی که انسان در استقامت نگاه میکنه دعا هست. دعا از جمله امر رقمی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله اساسی ترین ابزارها و اسلحه مؤمن هست و در دعا انسان مسلمان به صورت صادقانه از الله متعال شناخت حق را مطالبه میکنه و هرگاه انسان در مطالبه حق
از الله متعال صادق بوده باشه، الله متعال دعایش قبول میکنه، به دلیل از اینکه یکی از وعده های الله متعال است که ادعونی استجب لكم، شما از ما دعا بکنین و ما دعای شما را اجابت میکنیم. البته اسباب اجابت دعا طبعا یک بحث گسترده و کلان دیگه هست. یکی از مواردش همیشه که دقیقاً ما شما در روز جمعه قرار داریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که در روز جمعه یک ساعتی هست که الله متعال در اون ساعت دعا را رد نمیکنه. یعنی اسباب اجابت دعا بعضی هاش برمیگرده به خود دعا کننده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یک نفری از خوردن و نوشیدن حرام خودداری بکنه. بعضی از موارد اجابت دعا به نوع دعا بستگی داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که در دعاش قطع صله رحم باشه الله متعال دعای از اون شخص قبول نمیکنه. و بعضی از زمانها به اجابت دعا نزدیکتر است، مثل ساعتی که در روز جمعه هست و اکثریت شارحین حدیث میگن که در اواخر ساعات جمعه بیشتر امکان داره که به اصطلاح در وقت عصر جمعه بوده باشه و همون ساعتی که میگن. گرچه اختلاف علما در این باب زیاد است، اما غالبا امام ابن قیم رحمه الله بعد از جمع‌آوری اقوال امیر رای ترجیح میده که اجابت دعا در ساعت روز جمعه بیشترش احتمال داره که در ساعت اخیر جمعه باشه، در وقت عصر بوده باشه. این یکی از اسبابی است که انسان در استقامت نگاه میکنه. و نکته دیگه صبر کردن در هنگام سختی ها است. انسانی که بدون صبر باشه اصلا نمیتونه در دین استقامت بکنه، چون در هر بخش دین انسان نیاز به صبر داره. همون رقمی که علما صبر تقسیم بندی میکنن، یک صبر در انجام طاعت است، صبر دیگه در ترک معصیت است. در انجام طاعت چگونه؟ طبیعت نفس انسان ها به گونه است که نفس تنبلی را دوست داره و راحتی را دوست داره و انجام خیلی از طاعات سختی میخواد. مثلا شما وقتی خواسته باشین در نماز جمعه بیاین، باید ممکن در خانه هر کی یا زمستان شده بخاری گرم بوده باشه، تو باید اونجا ترک بکنی، در یک فاصله بسیار دور طی بکنی بیایی. خب طبعا نمیره، نفس نمیخواد. پس انسان مسلمان در انجام طاعت نیاز داره که نفسش باید صبور بوده باشه و در ترک معصیت هم انسان باید نیاز به صبر داره، به خاطر از اینکه الله متعال به خاطر آزمایش انسانها بر نفس انسانها چیزهایی را زینت داده که اونا اگر انسان بدون ضوابط شرعی به اونها نزدیک شود گناه هست. مثل قرآن کریم میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر، دیگه موارد. یعنی بر نفس انسانها زینت داده شده، شهوت زنان، شهوت مال، شهوت دیگه موارد. پس انسان مسلمان اگر خواسته باشه از اینمی امور حرام خود حفظ بکنه، نفسش در مقابل از چی میکنه؟ به پرخاش میخیزه و مجادله میکنه. پس استقامت زمانی کسب کرده میتونه که نفس خود مهار بکنه و کنترل از او را بگیره تا از واقع شدن در حرام خودداری بکنه. نکته دیگه از نکاتی که انسان نیاز داره باید در اون مورد به اصطلاح توجه بکنه، اعتماد داشتن به پیروزی الله متعال است. یکی از اساسی ترین ابزارهایی که گاه وقتا شیطان کوشش میکنه انسان را این ابزار ازش بگیره، اعتماد به الله متعال است و گمان داشتن به این که اسلام پیروز نمیشه و مسلمان ها پیروز نمیشه. این چیز از دید اندیشه اسلامی پیروزی واقعی نجات از آتش جهنم و رفتن به جنت است. پس انسان مسلمان امو پیروزی را باید در ذهن خود داشته باشه. شما در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خیلی واضح این نکته را میبینین. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم یثرب که بعدا نامش به مدینه تبدیل شد، وقتی در بیعت دوم عقبه میآیند با پیامبر صلی الله علیه و سلم پیمان بسته میکنن و ادعای ایمان میکنن و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما بیاین در مدینه و تعهد میکنن که از پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل زن و اولاد و فرزند و مال خود دفاع بکنن. بعد از پیامبر پرسان میکنن که در بدل امی کار برای ما چی میتی؟ خب معمولا مردم توقع به اصطلاح پیروزی های دنیوی را داره و قبل از مردم مدینه خیلی از قبایل دیگه آمدن همون رقم با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خب ما قبول میکنیم و تو ایمان هم میاریم، از تو دفاع میکنیم، حفاظت هم میکنیم، آیا بعد از خودت قدرت برای ما میتی؟ یعنی پیروزی چه در نظرشان بود؟ پیروزی دنیوی. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون حمایتی که اون قبایل برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن را قبول نکرد و عین همین سوال را مردم مدینه هم از پیامبر پرسان کردن که ما دعوت تو را حمایت میکنیم و ما برای تو جای میتیم، با کل جزیره العرب دشمنی میکنیم، خب برای ما چی میتی؟ در بدل از چی میتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کلمه برشان گفت، الجنه، فقط جنت. پس بنده مؤمن چی داره؟ امید بر پیروزی حقیقی را داره. پیروزی حقیقی همون پیروزی است که انسان از آتش جهنم نجات پیدا بکنه و به نعمت‌های ابدی جنت برسه. و یکی دیگه از اسباب بسیار مهم برای استقامت در دین داشتن علم شرعی است. این نکته بسیار نکته مهم است، خصوصا در زمانه فتنه ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید، میگه یکی از علائم قیامت است که تاریکی ها مثل شب سیاه و همه جا را فرا میگیره و ما شما میدونیم، ما شما در آخر زمان زندگی میکنیم. یکی از مشکل ترین چیز مردم شناخت حق است.
حتی در عموم مردمانی که ادعای پیروی منهج سالم هم دارن، ببینین گپای عجیب و غریب زیاد را پیدا میکنی. یکیش متاسفانه افراط میکنه، یکی تفرید میکنه. شناخت موقف صحیح و داشتن منهج صحیح از اساسی ترین ابزارهای از علم شرعی است. بدون علم شرعی یک نفر نمیتونه استقامت در دین داشته باشه، به خاطر اینکه تفکیک کردن نمیتونه که حق چی هست و باطل چی است. تو تفکیک کردن نمیتونه که افراد چی است، تفرید چی است. تو تفکیک کردن نمیتونه که سنت چی است و بدعت چی است. پس بدون علم شرعی یک نفر در دین استقامت کرده نمیتونه. و یکی از وسایل بسیار مهم برای استقامت در دین داشتن علم شرعی است. و یکی از علما بسیار زیبا میگه انسان در هر زمانی نیازمند علم است و علم امور روشنی است که انسان در مسیر تاریکی ها به اصطلاح هدایت میکنه و نیاز انسان به روشنی در هنگامی که تاریکی زیاد شود بیشتر میشه. حقیقتا جرایتی که ما شما زندگی میکنیم اوج تاریکی ها هست و تاریکی ها به انواع و اشکال مختلفش متاسفانه اذهان جامعه را فرا گرفته. پس نیاز ما به علم نسبت به هر چیز دیگه که بیشتر است و از اساسی ترین ابزارهایی که میتونه انسان در مسیر حق استقامت بده داشتن علم شرعی و داشتن علم کافی به خاطر تفکیک حق از باطل و به خاطر تفکیک سنت از بدعت و به خاطر تفکیک شرک از کفر و به خاطر تفکیک سایر موارد هست. نکته دیگهش حرص داشتن بر تمسک بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مسائل شرعی یکی لازم و ملزوم یک دیگه یعنی اتباع سنت باعث میشه شما را الله متعال توفیق برای خیر را بده و داشتن نیت صادقانه باعث میشه الله متعال بر شما به اصطلاح علم حاصل نصیبتان بکنه. همین رقم اگر یک نفر یکی از وسایل داشته باشه وسیله دیگر نداشته باشه چی میشه؟ از پیشش در مسیر حق نمیتونه استقامت داشته باشه. مثلا یک نفری به دنبال علم میره اما انگیزه عمل نداره، این بازم استقامت نمیکنه. یک نفر دیگه انگیزه عمل داره اما شوق بر کسب علم را نداره، این هم بازم استقامت کردن نمیتونه. پس همه ابزارها و وسایل ما برای استقامت به دین نیازمند هستیم. در کنار از اینکه ما علم شرعی باید داشته باشیم، نکته مهمتر دیگهش است که انسان در لحاظ عملی با آنچه که میفهمه هم عمل بکنه، به تعبیر تمسک به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تلاش برای شناخت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر داشتن استقامت در دین از جمله ابزارها و وسایل بسیار مهم و اساسی است. و بدون اتباع سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان نمیتونه در مسیر حق بره و نه هم میتونه در مسیر حق استقامت بکنه. دلیل از اینکه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله اسباب و وسایل استقامت در دین هست است که اگر یک نفری سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک بکنه نمیتونه خود از افراط یا تفرید حفظ بکنه، به خاطر که معیار برای شناخت اعتدال سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هرگاه یک نفری از این به اصطلاح عدول کرد طبعا یا به این طرف سقوط میکنه یا هم به طرف مقابل سقوط میکنه، یا از پیش افراط میشه یا هم از پیش چی میشه؟ تفرید میشه. پس تمسک به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امور از جمله اسباب و وسایل بسیار مهم و اساسی بر استقامت در دین هست. البته من این نکات تفصیل دارم، من فقط به صورت مختصر میگم به خاطر که باز از پیش ما نمونه، چون فرصت ما را استاد کمی بیشتر گرفت. شوخی هم کردم گفتم 1000 روپیه میتونم میره الا بده. بعد نکته دیگهش داشتن این عقیده و باور که انسان پروردگار در هر حالت آشکارا و پنهانه مراقب اعمال ما هست. یعنی وقتی انسان مسلمانی اینمی باور را در ذهن خود و در قلب خود جا بده که پروردگار در هر حالت مراقب بر اعمال ماست، از قدرتمندترین ابزارها و وسایل بر استقامت در دین میشه و نمونه های از این ما زیاد داریم و الله متعال در خیلی از موارد به خاطری که این باور و عقیده در قلب ما جا بگیره راههای مختلفی را برای ما شما وضع کرده. مثلا یکی از موارد بسیار مهم از اون نماز است. شما در الفاظ نماز اگر دقت کرده باشین، انسان مسلمان در الفاظ نماز او کلمات و اذکار را و دعاهای را به کار میبره که مراقبت الله متعال در قلبش جا بگیره. ما شما وقتی الله اکبر میگیم، طبعا مفهوم الله اکبر ما در دوستایی که در درسای خشوع در نماز تشریف داشتن اینو تفصیلی بیان کردیم که چگونه خود نماز مراقبت الله متعال در قلب بنده مؤمن ایجاد میکنه. شما در رکوع و در سجده سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم میگین، ممکن پروفایل شما نشنوه اما شما یقین دارین که الله او را میشنوه. دقت کردین امور رقم وقتی که شما از رکوع میخیزین میگین سمع الله لمن حمده، شنید پروردگار حمد او کسی را که برش حمد گفت. خب پروردگار وقتی که صدای بسیار آهسته تو را در رکوع را شنید، آیا وقتی که تو دروغ میگوره نمیشنوه؟ آیا وقتی که فحش میگوره نمیشنوه؟ آیا وقتی غیبت میکنی او را نمیشنوه؟ آیا وقتی که بهتان بسته میکنی برای وسام او را نمیشنوه؟ قطعا میشنوه. امور رقم وقتی ما شما در سجده سبحان ربی الاعلی میگیم پاک است پروردگار من که بسیار بالا مرتبه هست، این با آهستگی میگین. چرا الله متعال برای خود نسبت میتین
و در قرآن که در نماز بیشتر از هر حالت دیگه کده هست. به خاطر از اینکه داشتن این عقیده مراقبت الله متعالی که پروردگار در حالات آشکارا و در حالت پنهان مراقب بر اعمال ما هست در قلب بنده مؤمن این را بالاتر میکنه و مراقبت الله متعال از اساسی ترین ابزارهایی است که انسان را از امور حرام حفظ میکنه. اما حدیثی که به نام حدیث صاحب غار مشهور است، 3 نفر در بنی اسرائیل بودن که حتما شما او را شنیده باشین. یکی از اونها همین کسی است که میگه من یک دختر، غالبا دختر کار کردم، میگه خیلی دوست داشتم و وقتی از اون توقع داشتم که مرتکب کار حرام شویم من نمیتونستم این کارو بکنم تا اینکه بالاخره یک بار او مجبور شد و نیاز به پیسه داشت، اومد از ما مطالبه کرد. من گفتم پیسه برات میتونم بس که بیا مرتکب کار حرام برمشی. او میگه از مجبوریت زیاد به این کار آماده شد. وقتی که میگه با نزدیک میخواستم شوم برای من میگه گفت که تو آیا از او الله نمیترسی که ما تو رو در این حالت میبینه؟ به خاطر این میگه گپ میگه ما چی کردم؟ امی عملی را که ممکن سالها انتظار از اون داشتم امور ترک کردم. پس داشتن این عقیده و باور در قلب و این استحکام پیدا کردن از او که پروردگار در هر حالت مراقب اعمال ما هست از اساسی ترین ابزارهای استقامت انسان در دین میشه. در کنار از او بعد از ایمان به الله متعال ایمان به روز قیامت، ایمان به روز قیامت و داشتن به تعبیر زنده بودن ایمان به قیامت در قلب انسان. منظور از زنده بودن یعنی که به یاد انسان باشه و به تعبیر دیگه میشه بگیم بیدار بودن ایمان به قیامت در قلب. بیدار بودن ایمان به قیامت به این معنا که انسان مسلمانی هر عملی از اعمال خیر یا اعمال شر که انجام میده باور داشته باشه به اینکه در مقابل این عمل ما چی میشم مؤاخذه میشم اگر عمل بد باشه و باور داشته باشه به اینکه به خاطر این عمل ما پاداش میگیریم به صورتی که عمل خیر باشه و مورد قبول الله متعال قرار بگیره. به همین خاطر آیاتی که در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان به قیامت بعد از اعمال یاد کرده بسیار زیاد است. شما شاید همین لفظ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر در آیات و احادیث اگر جستجو بکنین بدون مبالغه در صدها جایی را پیدا کرده میتونین. چرا؟ به دلیل از اینکه ایمان به الله و روز قیامت از جمله اساسی ترین ابزارهایی است که ما را میتونه در مسیر حق استقامت ببرزه. هرگاه انسان مسلمانی عذابهای جهنم همیشه در قلبش بیدار بوده باشه باز گناه کردن نمیتونه. او انسانی که امید داره به نعمتهای جنت و همیشه مفاهیم نعمتهای جنت در قلبش بیدار بوده باشه او شخص مرتکب گناه شده نمیتونه. پس بعد از ایمان به الله متعال یا به تعبیر دیگه بیدار بودن قلب بنده مؤمن به خاطر مراقبت الله متعال در همه حالات، ایمان به روز قیامت و بیدار بودن قلب بنده مؤمن نسبت به ایمان به قیامت علیه و سلم منع کرده مقابله در مقابل خواسته های مشروع نفس، در مقابل خواسته های مشروع نفس وقتی به نام دین بده باشه. و نمونه بارزی از این حدیث 3 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اونا آمدن در پیش خانمای پیامبر صلی الله و از عبادت پیامبر پرسان کردن و در مورد از اونها عبادت پیامبر وقتی برشان گفته شد به نظر از اونها آمد که کم پیامبر عبادت میکنه و بعد از او هر سه از اینها امور را به اصطلاح بیان کردن که گویا در مقابل نفسش میخواستن چی بکنن؟ مقابله بکنن. یکیش گفت که من اصلا ازدواج نمیکنم و دیگه از اونها گفت که من چی نمیکنم؟ من همه شب نماز میخوانم و استراحت نمیکنم و دیگهش گفت که من همه روزا روزه میگیریم. یعنی اینمی 3 نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ظاهرا به عنوان از این که گویا استقامت بیشتر در دین بکنن خواسته های مشروع نفس هم میخواستن چی بکنن؟ نادیده بگیرن. اینمی امر باعث شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این موقف را و این نگاه را و این ذهنیت را به تعبیر باش مقابله بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد بر از اونها تعلیم داد که اول علم در دین به معنای از این است که شما خواسته های اصلی نفس را هم که نیاز انسان هست را نادیده بگیرین. خوردن و نوشیدن و استراحت کردن و ازدواج کردن از جمله خواسته های مشروع نفس است. پس این اصطلاح مبارزه با نفس که در بین یک عده مردم معمول است و این به گونه تعبیر میشه که گویا یک نفر در مقابل هر خواسته نفس سادگی بکنه، این اصطلاح دقیق نیست و شاید اصطلاح دقیق مجاهده با نفس باشه. و مجاهده یعنی که انسان مسلمان تلاش بکنه خواسته های مشروع نفسه که شریعت اونها را به رسمیت شناخته اونها را برآورده بکنه. از علی رضی الله عنه یک مقوله مشهور است، میگه من با نفس خود یک داد و گرفت دارم. او میگه گاهی وقتا من وقتی احساس میکنم که نفس من بسیار خسته شده، نفس خود با اموری که به اصطلاح ممکن اجر و پاداش نداشته باشه اما یک امر به تعبیر مباح بوده باشه، با اینمی امر مباح نفس خود به اصطلاح آماده میکنم بر از اینکه در عبادت الله متعال استقامت بیشتر داشته باشه. مرادش است که کارهای مشروعی که
به تعبیر از لحاظ شرعی ممانعت نداشته باشه، اما اولا فرض و واجب هم نبوده باشه، مثل تفریح مستحب یا تفریح مباح، بیشتر دقیق تر شاید بوده باشه که بگیم تفریحی که مباح بوده باشه و نفس انسان دوباره یک تراوت و تازگی میده، اینا میتونه از جمله ابزارهای باشه که ما را در مسیر حق استقامت نصیب میکنه. پس انسان مسلمان خواسته های نفس خود باید شناسایی بکنه. بعضی از خواسته هایی است که شریعت اونها را به رسمیت شناخته و روش برآورده شدن این خواسته ها را خود شریعت برای ما تعیین کرده. مثلا شهوت از جمله خواسته های نفس بشری است و سرکوب کردن کامل از این خلاف شریعت است، بلکه شریعت به خاطر برآورده کردن از این چیز تعیین کرده، ازدواج تعیین کرده. یا مثلا خوردن و نوشیدن از جمله نیازمندی های نفس بشری است و سرکوب کردن کامل از این، به گونه ای که یک نفر بگه من همه روزها روزه میگیرم، مثل که یکی از 3 نفر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم با اونا مخالفت میکنه. یا استراحت دادن نفس از جمله نیازهای نفس بشری است و یکی یک نفر بگه من همه شب‌ها دیگه نماز میخوانم و هیچ وقت به تعبیر استراحت نمیکنم برای اینکه من در دین استقامت داشته باشم، این خلاف شریعت الله متعال است. رسول الله صلی الله علیه و سلم با هر سه از اینها مخالفت میکنه. پس یکی از جمله ابزارها و وسایلی که انسان مسلمان در مسیر استقامت در دین او را کمک میکنه او است که نفس خود کاملا سرکوب نکنه یا در مقابله با نفس خود غلو نکنه، بلکه نیازمندی های مشروع نفس خود را برش بده تا ای که نفسش باز در انجام عبادت الله متعال چی بکنه، به تعبیر توانایی و تازگی و تراوت داشته باشه. و این به معنای از این است که ما در مقابل هر خواسته مشروع نفس خودمون سادگی بکنیم. مثلا که گاهی وقتا شوخی میکنه، میگه یک نفر گفت که من نفس خودم کشتم، نه استاد گاهی وقتا شوخی میکنه، شاید شنیده باشین، میگه در یک جای در عروسی که یک نفر بود میگفت که من بخی نفس خودم کشتم، اما در نان خوردن ماشاءالله از مکه سید لقمه کلانتر میگیره. ما از لحاظ شرعی مکلف به کشتن نفس نیستیم، بلکه ما مکلف هستیم به این که خواسته های مشروع نفس خود را از راهکار شرعی باید برآورده بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر شما خیلی از ادیان دیده باشین، مثلا مسیحیت، در مسیحیت بعضی از خواسته های مشروع نفس در دین از اونها به رسمیت شناخته نمیشه. کسی که در مسیحیت راهب یا راهبه میشه او حق ازدواج نداره. خب وقتی یک نفر ازدواج نکنه غریزه شهوت در وجود انسان محو نمیشه، حتما یک راه برای خود پیدا میکنه. طبیعت نفس انسان یک عالم تعبیر میکرد، میگفت مثل طبیعت آب وارث. شما دیده باشین نه آب وقتی در یک جای ورش خواسته باشین نگاه بکنین بالا رفته میره، بالاخره برای خود یک سوراخی پیدا میکنه که بعد از اونجا باید برآیه. او دقیقاً میگفت نفس انسانی هم این رقم هسته. وقتی دین نصرانیت آمد برای زنان راهبه یا برای مردان راهب مسیحی ازدواج مشروع را که راه برای اشباع غریزه مشروع شهوانی را بسته کرد، اونا از راههای غیر مشروع آمدن اقدام کردن. یکی از بزرگترین بدنامی های کلیسا همیست، از بزرگترین بدنامی های کلیسا همیست که اونها به اصطلاح دست به تجاوز جنسی میزنن، حتی تجاوز سر اطفال یکی از بدنامی ترین کارهایی است که در کلیسا در غرب فعلا معمول هست و حتی موارد میشه که پاپ هم نمیتونه برش توجیه بکنه. حالا یک مصیبت بسیار کلان است. اون روز بسیار عجیب بود که بزرگترین رهبر دینی نصرانی ها برای خودشان ازدواج مشروع را قائل نیستن، اما برای مردمان به اصطلاح بسیار زشت جامعهشان حتی ازدواج همجنسگرایی را قانونی کردن. برای بار اول کلیسا آمد ازدواج همجنسگرایی را قانونی دانست، در حالی که برای خودشان ازدواج درست هم یعنی دو جنس مخالف هم اجازه نمیدن. اینمی نوع تعامل با نفس باعث میشه که نفس از چارچوکات اصلی اعتدال خارج شود و این کار زمان خطرناکتر میشه که به نام دین و به نام استقامت و پیروی از دین صورت میگیره. نکته دیگه که ما را کمک میکنه در مسیر استقامت از دین کثرت تلاوت قرآن کریم همراه با تدبر. کثرت تلاوت قرآن همراه با تدبر از جمله ابزارهای بسیار مهم برای استقامت در دین هست. شما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را که همیشه نمونه ها و الگوهای از پیروی از دین هستند ببینین، چی چیز باعث شده بود که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در سخت‌ترین و در بحرانی ترین شرایط استقامت از خود به خرج بتن و از موقف حق عدول نکنن. وقتی زندگی انسان آدمی بنا طبعا دو چیز زیاد تاثیرگذار بوده، یکی وجود شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نکته دومش تلاوت قرآن کریم. و من تصور میکنم تلاوت قرآن کریم برای از اونها حتی از وجود شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم موثرتر بوده، به خاطر اینکه همه صحابه نمیتونست در همه حالات با پیامبر صلی الله علیه و سلم باشن. امکان نداشت که همه صحابه در همه حالات با پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده باشن و از علم پیامبر صلی الله علیه و سلم و از نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره مند شوند، اما همه صحابه در هر جایی که بودن با اونها قرآن بوده.
همه صحابه در هر جا اگر بودن با اونها چی بودن؟ قرآن بودن. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در تلاوت قرآن کریم و در تدبر در قرآن کریم قطعا بارزترین نمونه های از الگوی نیکو برای ما شما میتونه بوده باشن. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در کمتر از 3 روز پیامبر صلی الله علیه و کرده بود. بعضی ها بودن که میخواستن در هر کمتر از 3 روز هم قرآن ختم بکنن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرد، گفت کمتر از 3 روز قرآن ختم نکنین به خاطری که مفهومش بفهمین. اکثریت صحابه در هر هفته قرآن ختم میکردن. اکثریت صحابه در هر هفته قرآن چی میکردن؟ ختم میکردن. یعنی شما ببینین اینطور نبود که از دیگه بخش‌های زندگی خود مانده باشن. مثل که یک ذهنیتی که فعلا در جامعه به اصطلاح شایع شده است که یک نفر فکر میکنه که دین گرفتی دیگه بخشا را الا بده. صحابه هم دین گرفته بودن، هم به دنیای خود رسیدگی میکردن. رسیدگی به دنیا مانع نشده بود اینا که به دین اهتمام نکنن و اهتمام به دین مانع برای امور دنیویشان نشده بود. صحابه در امور دنیا هم ممتازترین مردم بودن. نه امور رقمی که علما صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیف میکنن، میگه اینها عبادت کننده های شب و مجاهدان روز بودن. در روز در راه الله متعال خوب مبارزه و جهاد میکردن، اما شب به خاطر مبارزه روز خود توشه میگرفتن. توشه از اینها تنها غذا و لباس نبود، توشه اصلی از اینها امو معنویتی بود که از تدبر و تلاوت قرآن کریم میگرفتن. پس انسان مسلمان هرگاه خواسته باشه در مسیر حق استقامت بکنه، چند سفر سعی میکنه که این جزء که میخوان چون خلاصه، باز یک چند دقیقه میخوانه باز میکنه که والله خلاص نشده. با این روحیه اگر یک نفر تلاوت هم بکنه تاثیر در زندگی از او ایجاد نمیکنه. یک نفر تلاوت بکنه که با تدبر امرا باشه. خب اگر ما شما زبان عربی رو نمیتونیم و تدبر بدون فهم معنا مشکل است، میتونیم حداقل از ترجمه های قرآن کریم کمک بگیریم. من همیشه میگم تلاوت به عجله که یک نفر در یک روز 10 جزء قرآن کریم هم تو بسیار به عجله بخونه و نفهمه که چی فهمیدم، از او کده نیم جز حتی از او کده حداقل 1 صفحه از آیات قرآن کریم را همراه با معانی و تدبر بخونه، به مراتب برش افضلتر و اولاتر و مؤثرتر هست. پس هرگاه انسان مسلمان خواسته باشه در امور حق و در مسیر حق استقامت بکنه بدون فهم معانی قرآن و بدون تلاوت قرآن و بدون تدبر در قرآن کریم، این امر ممکن نیست. در کنار از او از کار یا ذکر الله تبارک و تعالی را کردن، امر رقمی که قرآن کریم میگه ولذکر الله الاکبر، دقیقاً امر رقم هست. مثل که شخص پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مرا به یک چیز نصیحت بکو که در هر حالتی ما او را انجام بدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که زبانت همیشه به ذکر الله چی بکن؟ همیشه زبانت به ذکر الله متعال تر نگاه بکن. البته مفهوم ذکر زمان اجر داره و زمان پاداش داره و زمان تأثیر معنوی را داره که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میگیره. متاسفانه در جامعه ما شما همین مسئله هم متاسفانه درست شناخته نشده. خیلی از مردم هستن ممکن صدها و هزارها نوع ذکر را داشته باشن، اما به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. ذکری که به طریقه پیامبر باشه ولو اندک باشه، به مراتب اجر و پاداش و ثوابش و تأثیرش از او ذکری که ولو بیشتر باشه خب به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشه. یک حدیث مشهور است در صحیح مسلم روایت شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم غالبا بعد از نماز صبح، یعنی ممکن 1 ساعت نیم ساعتی بعد از نماز صبح از خانه خود برآمد و یکی از ازواج مطهرات در اونجا شیشته بود و ذکر میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت بیرون و نزدیکی نماز پیشین، یعنی ممکن چندین ساعت در بر گرفته بود، پس دوباره برگشت دید که اونجا خانمش اونجا نشسته و ذکر میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از او گفت تو همه قدر ودت زمان همه قدر ذکر کردی، من 4 کلمه را 3 بار گفتم از تو کده ثواب بیشتر گرفت. باز میگه اس 4 کلمه میشه سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. این به عنوان یک نمونه هست که هرگاه یک نفر خواسته باشه از ذکر به عنوان یک عبادت تاثیرگذار در مسیر استقامت در دین بهره مند شود، او است که باید از کار را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه و به الفاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه، در زمانی که پیامبر گفته بگه. این بسیار مهم هست، شناخت از کار. و ما در این باب 1-2 خطبه داشتیم و دوستایی که تشریف داشتن ان شاء الله این نکات مد نظر دارن ان شاء الله. پس از جمله اسباب مهمی که ما را در مسیر حق استقامت میده ذکر الله متعال به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. نکته دیگه که ما را در مسیر حق استقامت میده داشتن حالت میان خوف و رجا هست. این یک امر بسیار مهم است. بعض انسان ها زیاد امیدوار هستند به الله متعال به حدی که این امیدواری زیاد اونها را در انجام گناه جرأتمند ساخته. دقت کردین؟ او امیدواریه که انسان را در انجام گناه جرأت بده، این مذموم است.
دقت کردین و یک عده از مردم باز ترسشان به حدی است که حتی یک گناه خردترک را هم حتی کفر میبینه. هر دوی از اینها مذموم است. انسان مسلمان در تعاملش با الله متعال، تعامل ایمانیش با پروردگار باید موقف معتدل داشته باشه و این از اسباب مهم استقامت هست. انسان مسلمان به الله امیدوار هم باشه، بخشش الله متعال هم امیدوار بوده باشه و در کنار از او اعمال صالحی که رحمت الله را بر از او جلب میکنه را در خود ایجاد بکنه. مردم ما شما تعاملشان با صفات الله متعال تعامل سرچپه هست. دقت کردین یک نفر گناه میکنه و بدون توبه میگه برو خدا بخشنده هست. دقیقاً خدا بخشنده هست و آیات زیادی در قرآن کریم در مورد بخشندگی الله متعال آمده. اما آیا الله متعال بعد از بیان گناه از بخشندگیش گفته بدون ذکر توبه؟ نه خیر. اونجا که الله متعال از گناه و معصیت گفته بعد از از عذابش ذکر کرده. اگر از بخششش هم گفته شرط توبه را مانده. ما شما چی میکنیم؟ از توبه میپریم، از مرتکب گناه و معصیت میشیم، بدون توبه منتظر بخشش الله متعال هستیم، در حالی که قاعده اصلی چیست؟ اگر یک نفر گناه و معصیت میکنه بعد منتظر عذاب باشه و اگر منتظر بخشش است پس شرط بخشش که توبه است او را باید چی بکنه؟ مساعد بکنه. دقت کنید چون الله متعال زمانی که از نیکی و خیر و خوبی یاد کرده بعد از او بخشش خدا ذکر کرده. در هیچ جای قرآن کریم شما نمیبینید که الله متعال از گناهان گفته باشه بعد بدون خیر توبه اومده بعد از بخشش یادآوری کرده باشه، بلکه وقتی یک الله متعال از گناهان و از بدی ها ذکر کرده بعد از او از چی یادآوری کرده؟ از عذابش یادآوری کرده، از شدت عذابش. دقت کنین و از دردناک بودن عذابش یادآوری کرده. اما اگر صفت رحمت ذکر کرده لازمی ذکر صفت رحمتی بوده که الله متعال حتما از توبه هم یاد کرده. پس انسان مسلمان همیشه باید در موقف خودش، ما ملائکه نیستیم و توقع ملائکه شدن را هم نداریم. طبیعت انسان ها هم است که جایز الخطا است. بعضی میگن واجب الخطا است، یعنی لازم است که حتما خطا بکنه. این اصطلاح درست نیست. انسان جایز الخطا است، یعنی امکان وقوع خطا از او میره. با انجام گناه ما باید از الله متعال ناامید نشیم، در هیچ حالت ناامید نشیم. اما راه برای کسب بخشش الله متعال توبه و اصلاح بدی ها هست، نه مداومت بر بدی ها. با مداومت بر بدی ها انسان مستحق بخشش نمیشه بلکه مستحق عذاب میشه مگر اینکه الله متعال سرش رحم بکنه. پس انسان مسلمان این نکته را باید بسیار مد نظر داشته باشه که ما هم به الله امیدوار باشیم و هم از الله ترس داشته باشیم. ترس ما از الله متعال، این نکته را هم بعضی ها باید بدانن، ما از الله متعال چگونه میترسیم. ترس ما از غیر الله متعال، از انسان ها و از دیگر موجودات، ترس از ظلمشان هست. اما ترس ما از الله متعال از عدلش است. تفاوت ترس انسان را باید درک بکنم. ما از دیگه مخلوقات از چی میترسیم؟ از اینکه نشه در حق ما ظلم بکنن. از مخلوقات انسان ترس داره به خاطر از اینکه مرتکب ظلم در حق ما نشن. اما ترس ما از الله به خاطر از این گپ نیست، به خاطر که و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار هرگز سر بنده ها ظلم نمیکنه. پس ما از الله ترس داریم در چی؟ از الله ترس داریم در این که اگر ما به خاطر کوتاهی هایی که داریم اگر الله متعال بر اساس رحمت خود با ما محاسبه نکنه بلکه بر اساس عدالت خود محاسبه بکنه ما مستحق عذاب میشیم. پس ترس ما از الله از چیست؟ از این که اگر الله متعال بر اساس عدالت با ما محاسبه بکنه ما مستحق عذابیم. ترس ما از الله متعال به خاطر نعوذ بالله ترس از ظلم الله متعال نیست، چون صدور ظلم از الله محال است، به خاطری که الله متعال عدل چیست؟ عدالت کامل در او داره. پس انسان مسلمان از الله بترسه. مفهوم ترس از الله این نیست که نعوذ بالله الله ذات وحشتناک است و ذاتی است که از او شر صادر میشه، نه خیر، بلکه از الله متعال هر آنچه صادر میشه خیر است. اگر ما را عذاب میکنه به خاطر از است که ما مستحقش باشیم و هرگز الله متعال هیچ کسی را بدون استحقاق عذاب نمیکنه که بود در حقش ظلم بوده باشه و بخشش الله متعال قطعا غالب تر است. باز بعضی از علما میگن که ما امیدواری ما بیشتر باشه به الله متعال یا ترس ما. علما میگن که این بستگی به حالت داره. انسان در مرحله جوانی باید ترسش بیشتر باشه، به خاطری که در مرحله جوانی اسباب و انگیزه های برای واقع شدن انسان در گناه چیست؟ بیشتر است. پس اگر در این مرحله انسان در قلبش ترس الله بیشتر باشه خوب است. اما وقتی انسان مثلا ضعیف میشه و به اصطلاح ریسفید میشه و به اصطلاح به اخیر عمر خود نزدیک است، در این حالت
امیدواریش به الله بیشتر باشه. چرا؟ به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. ما در گمان بنده خود هستم، پس ببینین در مورد ما چی گمان دارید. وقتی انسان در اخیر عمر خود قرار داره، گمانش به الله متعال خیر باشه و امیدواریش به بخشش الله متعال چی باشه؟ بیشتر باشه. دقت کنین. اما اگر یک نفری در جوانی امیدواریش بیشتر باشه، چون اسباب و وسایل گناه بیشتر است، این به طرف چی میره؟ به طرف انحراف میره. پس جوانای ما ترسشان بیشتر باشه ولی سفیدای ما امیدواریشان چی باشه؟ بیشتر باشه. دقت کنید، این از لحاظ وضعیت انسان ها هست. گرچه همگی باید کوشش بکنیم و متعادل نگاه بکنیم، این تعادل بعد از پیش ما برهم نخوره. خب اگر یک بار به اصطلاح یکیش غالب شد، کدامش غالب شود؟ در مرحله جوانی اگر ترس غالب شود قدر مشکلی نداره. اما اگر امیدواری واز غالب شد، باز انسان مثلی که معمول شده جامعه ما شما خیلی از گناه ها را میگن بار خدا لک بخش است، مثل از واری که کدام سند خاص از جانب خداوند پیدا کرده که حتما تو را خداوند میبخشد. پس انسان مسلمان باید به این مفاهیم دقت کافی داشته باشه و از جمله وسایلی که ما را در مسیر حق استقامت میده داشتن خوف و رجاست. و ان شاء الله به همین در همین حد اکتفا میکنیم. ادامه مبحث اگر استاد حکیمی بازم غیر حاضری کرد ان شاء الله در خدمت شما خواهد باشم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.